کمیته دین و تنظیم جشن و مراسم تاجیکستان در صفحه‌اش در فیسبوک با نشر چند عکس از مراسم گسیل زائران در فرودگاه دوشنبه خبر داد که صحنه 25 ماه سال 2024 گروه نخستین زائران تاجیک برای بجا آوردن مناسک حج به شایگری عربستان سعودی سفر کردند. به این گروه نخستین 165 شهروند تاجیکستان توسط هواپیمای شرکت سامان ایر از دوشنبه به شهر جده پرواز کردند. از جده تا مکه و مدینه زائران راه خود را با اتوبوس ها ادامه می دهند. اولین گروه زائران در موسم امساله حج را در فرودگاه دوشنبه رئیس کمیته دین و تنظیم حکومت تاجیکستان سلیمان دولتزاده و سفیر سعودی در تاجیکستان ولیعهد ابن عبدالرحمن الرشیدان گسیل کرده به زائران تحفه سپاریدند. کمیته دین قبلا نرخ سفر حج را 57,000 سومونی یا چیز بیشتر از $5,000 مقرر کرده بود که نظر به سال گذشته 2,000 سومونی یا یگان $180 ارزان تر است، ولی زائران می گویند بر علاوه نرخ رسمی از آنها پرداختای سربار چون آبونه به نشریه‌های رسمی یا کمک به یگان یتیمخانه ها یا مکتب را هم طلب می کنند. سفر زائران تاجیک به حج امساله در پس منظر یک معرکه گسترده تبلیغاتی با تنقید سفر ساکنان به حج، تشویق آنها برای بجای حج به کارهای خیر برتری دادن و در دایره عائله محدود شدن معرکه‌های گسیل و پیشوازگیری حاجیان آغاز یافت. حج یکی از فرضهای دینی اسلام بوده. حداقل یک بار زیارت حج برای هر مسلمانی که قدرت و تواناییش از جمله قابلیت مولویش را دارد فرض می باشد. هر سال از تاجیکستان بیش از 6,000 نفر به سفر حج می روند. عربستان سعودی امسال برای تاجیکستان نزدیک 7,000 برای سفر حج جدا کرده است. این به استثنای هزاران نفر است که هر سال برای ادای حج عمره یا حج خرد به مکه و مدینه می روند. پرزیدنت تاجیکستان امامعلی رحمان ماه مارت در ملاقات با خادمان دین خبر داد که در یک سال آخر 62,000 از شهروندان تاجیکستان حج عمره کرده به این مقصد 1,200,000,000 سومونی یا نزدیک $102 میلیون صرف کردند. و از ساکنان خواست که به جای حج عمره بیشتر به عملهای خیر مشغول شوند. در پی این سخنان امامعلی رحمان در کشور یک معرکه گسترده تبلیغاتی ضد حج راه اندازی گردیده. از جمله در مطبوعات رسمی نشر خبرها درباره شهروندانی که پول حج خود را برای ساختمان یگان پل یا راه و یا مکتب یا بنگاه طبی در دهه‌شان صرف کردند افزایش یافت. امامعلی رحمان در این سخنرانی‌هاشون همچنان از آن انتقاد کرده بود که مراسم گسیل و پیشوازگیری حاجیان به معرکه‌های خیلی پرخرج تبدیل یافتند و گاه خراجات این معرکه خیلی بیشتر از خراجات سفر مکه و مدینه شده عائله ها را در قرض غرق می کند. به دنبال روز 8 ماه مجلس نمایندگان مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان یک بسته تغییرات به قانون تنظیم و جشن و مراسم قبول کرد که بر اساس آن تمام معرکه‌های مربوط به گسیل و پیشوازگیری حاجیان از جمله حج زیارت و حج طلبان صرف در دایره اهل عائله محدود کرده می شود.